سوال و جواب در پارلمان. رئیس بانک ملی تاجیکستان باری دیگر در روبروی وکیلان مردمی قرار گرفت و درباره برگردانیدن قرض مردم حسابات داد. از دوشنبه به مسکو با بهتر شدن وضع اقتصادی در روسیه مهاجران تاجیک به این کشور غربت برمیگردند. اینجا کار نیست، کار کجای مجبوری عیش زندگی وزمینه. و مفتی سابق قرقیزستان توسط شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که زنی دوم گرفته است. حامیان حقوق این اقدام را چالش به ساخت دولتداری می‌دانند. روحانیان هم شهروندان قرقیزستانند و باید به کنستیتوسیا و قانون‌ها اطاعت کنند. روز 29 نوامبر رئیس بانک ملی تاجیکستان در نزد وکیلان مجلس نمایندگان درباره سرنوشت مبلغ‌های ساکنان که در بانک‌ها درمانده‌اند گزارش داد. ماه گذشته بعضی از وکیلان پارلمان تاجیکستان از بند ماندن هزارها سامانی پول مردم در بانک‌های کشور به شدت انتقاد کرده گفتند که در صورت بزودی حل نشدن مسئله جمشید نور محمدزاده باید به استعفا رود. امروز بار دیگر جمشید نور محمدزاده در روبروی وکیلان قرار گرفت. تفصیلات را از میرزا نبی خالقزاد میشنویم. در مجلس نمایندگان وکیلان از رئیس بانک ملی درباره جریان برگردانیدن پولهای مردم از بانکها توضیح خواستند. جمشید نور محمدزاده گفت دو بانک دچار مشکل اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک 115 میلیون سامانه را برگردانیدند. این در حالی است که قرض این بانک ها در پیش مردم 1 میلیارد و 600 میلیون سامانی است. نمایندگان مردم از رئیس بانک ملی پرسیدند که کدام زمان قرض مردم پر پرداخت می شود. جمشید نور محمدزاده در رابطه به این سال که کی و در کدام مدت و با چه نحو پول مردم برگردانده می شود پاسخ دقیق داده نتوانست و گفت که در اولهای شاید سال آینده برنامه برگردانیدن پول ها مشخص کرده می شود و بر اساس آن یک تاجیک صادرات بانک و دیگری اگرا اینوست بانک به این مسئله جدی جلب کرده می شوند. این توضیح رئیس بانک وکیلان مردمی را قناعتمند نساخت و تاکید شد که در محاکمه آینده این مسئله را جدی‌تر خواهند گرفت. در همون محاکمه پارلمانی که عضو برگزار می‌گردد پیش از واقعه با انتخاب کنند این مسئله را با ما مشخص‌تر می‌مونیم که با حکومت آنها آن را باید موافقت کنند و مهلت‌های برگردانی معین کرده شود. شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان مبلغ برگردانیده شده توسط دو بانک به مردم را ناکافی خواند. از روی اطلاع بانک ملی حالا اگرا اینوست بانک 61 میلیون سامانی و تاجیک صادرات بانک 54 میلیون سامانی پول مشتری ها را برگردانیدند. از اگرا اینوست بانک 700 میلیون و از تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سامانی قرض باقی مانده است. به گفته اقتصاددان ها برگردانیدن پسندازهای گذشته مردم پیش از همه از خود بانک های مورد نظر وابسته است که چگونه مکانیزم پرداخت پول را درست به راه میمانند. بعد اینکه بعضی مسائل خرد پیدا شدن قضیه پیدا شدن مردم یک بار اومده طلب کردن که ما پسنداز ما لازم نیست در بانک ما رو با ما برگردانید اون قضیه اساسیش در همین است یکی از مسائل اساسیش همین است. در ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سامانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سامانی به اگرا اینوست بانک کمک مالی کرد. ولی بعداً حساب شد که از این 3 میلیارد و 320 میلیون سامانی که حکومت برای نجات دو بانک دوچار مشکل جدا کرده بود تنها چاریک آن 800 میلیون سامانی برای بازگردان امانت‌های مردم مصرف شده است. مبلغ باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول انداز دولت و خرجه های دیگری دولت مصرف کردند. صدها مشتری بانک ها در تاجیکستان 2 سال باز نمی توانند مبلغ های پسنداز خود را باز پس بگیرند. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه. صاحبکار ترکیه ایران تبریز زروب اعتراف کرده است که به ایران در فرار از تحریم‌های آمریکا کمک نموده است. به قبل اداره دادستانی آمریکا این صاحبکار دارا موافقت کرده است در محاکمه همچون شاهد درباره برنامه‌های پنهانی ایران و ترکیه اطلاع دهد. از جمله او راضی شده است بگوید که با کدام وسیله همراه با محمد حاکان اطلاع شستشوی پول خرید طلا برای ایران تقدیم پاره و فرار از تحریم‌ها را تشکیل کرده است. در همین حال جانب ترکیه از زروب به عنوان گروگان نام میبرد. من از همکارمان رئیس منطقوی رادیو آزادی عباسی جوادی پرسیدم که تو کجا این محاکمه دادگاهی میتواند روی روابط ترکیه و آمریکا تاثیر گذارد. تا مسئله زراب دو مسئله کلان که مناسبات ترکیه و آمریکا رو بحرانی کرده است دو تا بود. یکم
وضعیت کردها و شک و سوء تفاهم و یا واقعیت که میگوید طرف ترک ها میگویند که اینکه امریکا دانسته یا نادانسته، این فرمولیروفکای ترک است، دانسته یا نادانسته عملا به تروریست های کرد در ترکیه و در سوریه، شمال سوریه کمک میکنه. سلاح کمک کردن امریکا به نیروهای مسلح کرد در شمال سوریه چیز پنهانی نیست. این مشکل بزرگی شده است و در ترکیه به نظرم پشتیبانی زیادی برای حکومت ترکیه هست در این مسئله. دوم مسئله فتح‌الله گولن. شکل کامل صحبت رو به همین زودی ها می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. به فرق از سالهای پیش که معمولاً با شروع سردی ها مهاجران تاجیک از روسیه به وطن برمیگشتند، امسال تمایل برعکس مشاهده می شود. با وجود نزدیک آمدن زمستان، صدها تاجیکان به این کشور غربت رخت سفر بستند تا حد بهبود یافتن وضع اقتصادی در روسیه و تا 18% افزودن درآمد مهاجران کاری تاجیک بیشتری ها را برای پیدا کردن جای کار خوب در آنجا امیدوار کرده است. مهاجران تاجیک برای کار گروه سفر میکنند. برخی از آنها در روسیه جای کاری دائمی دارند، اما بنابر نقض قاعده بود و باش به وطن استرداد شدند و حالا دیگر باره حق ورود را پیدا کردند. خیلی من در یک جا قریب 5 سال شد کار میکنم. افیسیالی میرم، لبوی وریم ما را کار میکنم. به یک اومد کس. پیش تابستان میرفتین؟ تابستان میرم، تا زمستان کار میکنم، بوم میام خونه. خیلی باید 3 ماه میستم بوم میرم. اینجا کار نیست، کار کجای؟ مجبوری ایش زندگی وزمینه میرم. من جای کار دارم، دایم اویلک میگیرم، جای خوب به پول، همش به پول، برایم درآمدم که نغز است با گشته میرم. نه ما آبش نمید بعد چی میرم خیلی بعد بهار زمستان. سال گذشته درآمد مهاجران کاری تاجیک در روسیه در مقایسه با سال 2015 هم 33% کمتر بود. بحران مالی، به قرب شوی روبل روسی و نبود جای کاری مناسب ده ها هزار ساکنین تاجیکستان را وادار کرد که به وطن برگردند. حالا تا یک اندازه بهتر شدن وضع اقتصادی روسیه مهاجران را برای دریافت پول خوبتر امیدوار کرده است. اگر مهاجران مهنتی ما کاری خوب داشته باشند، آنها نه به سردی زمستان و نه به گرمی تابستان نگاه نمی کنند. آنها پیوندانشان را هم برای در اینجا فعالیت نمودن تشویق می کنند. مهاجران تاجیک با وجود رسمیات مرکب پیدا کردن حق کار، مناسبت ناعادلانه ملیسه های عادی و ساکنان همانا به روسیه می روند. زیرا انتخاب ندارند، چون که در کشورهای دیگر اکثراً به متخصصان زباندان ترجیح می دهند. برای چی با وجود بحران و تحریمات باز هم می روند؟ مسئله این است که طلبات به مهاجران تاجیک در روسیه زیاد است. امروز و سالهای من بعد نیست. حداقل تا سال 2050 طلبات زیاد خواهد بود. این روند سالهای طولانی ادامه خواهد کرد. очень будет высоко, это будет продолжаться надолго еще. ساکنان تاجیکستان در وطن توان تأمین عائله و پرداخت حق تحصیل فرزندان را ندارند. میزان میانه معاش در کشور $55 را تشکیل می دهد. Прежде всего связано тем, что у нас в Таджикистане این پیش از همه به آن وابسته است که اهالی در تاجیکستان با سرعت افزایش می یابد. 160,000 نفر در جمهوری زیاد می شود. ولی ما سالانه برای 120,000 نفر جای کار می آفریم و این مقدار جایهای کاری نمی تواند همه را فرا بگیرد. طبیعی است که آنها می روند. مقامات تاجیک چند سال اینجانب برای انتقال نیروی کاری به کشورهای عربی و منطقه آسیا و اقیانوس آرام مذاکرات می برند. هدف اصلی کمتر کردن وابستگی از روسیه و سیاست مهاجرتی این کشور می باشد.
نگاه میاندازیم به قرقیزستان. اعلان زنی دوم گرفتن مفتی سابق قرقیزستان و دعوتش برای پیروی از این عمل او بحث گرمی را در این کشور آسیای مرکزی برپا کرد. بسیار زنی در قرقیزستان جنایت محسوب می شود و حامیان حقوق میگویند روحانی معروف به طور آشکارا قانون را نقض کرده است و باید برای این عملش جواب بگوید. اما آنها نیز کم نیستند که از اقدام مفتی سابق پشتیبانی میکنند. سجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد. این صحنه در مسکو نموربرداری شده است. هزارها مهاجر قرقیزستانی به ملاقات روحانی شناخته کشورشان آمدند. معوضه های چوبک حاجی جلیلوف، عضو شورای علما و مفتی سابق قرقیزستان، در داخل کشور نیز معروفند. چون این ازدحام را در آنجا حتی یگان سیاستمدار جمع آورده نمیتواند. این روحانی در یوتیوب صحیفه دارد و حتی برای داشتن پیروانی زیاد جایزه نقرگین را دریافت کرده است. حالا فعالان حقوق طلب دارند که چوبک حاجی جلیلوف برای بسیار زنی مجازات شود. بعضی از روحانیان فکر میکنند که حق نادیده گرفتن قانونهای دنیوی را دارند. در اصل روحانیان هم شهروندان قرقیزستانند و باید به کنستیتوسیا و قانونها اطاعت کنند. فعالان حقوق و زنهای قرقیزستان را اظهارات مفتی سابق کشور که از تلویزیون صدا داد به حیرت آورد. با زن اولم جدا نشدم. البته او قهر کرده است. با زن خانه‌دار شدم که تا این دم در ترکیه کار میکرد. برای همین زنان را به ترکیه و چین نفرستید. به آنها غمخواری کنید. نمیخواستم زن بگیرم اما به نتیجه رسیدم که اگر این کار را من سر نکنم کی سر میکند؟ اگر امکان دارید زن بگیرید. قانونهای قرقیزستان به بسیار زنی اجازت نمیدهند. فعال حقوق عزیزه عبدالرسول و تصمیم دارد از بالای روحانی معروف به دادستانی شکایت ببرد. میخواهد این را قانونی کند. در این باره رشاد به جامعه میگوید. زنانی که همسرانشان در اندیشه زنی دوم هستند اکثرا به مرکز بحرانی سیزیم مراجعت میکنند. در این اواخر چنین مراجعت ها زیاد شده است و مسئولین مرکز تصمیم دارند بر ضد چند همسری معرکه گسترده را پیش برند. قبل از آمدن شما نیز چند نفر آید به همین مسئله به ما مراجعت کردند. اینها اصلا زنانی هستند که با فشار اقتصادی روبرو می باشند. همه دارایی را شوهرانشان به نام خود ثبت کردند و امروز جلیلوف و جامعه را به چالش می کشد. او مثل که به مردم میگوید شما ترسوید، من اقرار شدم اما شما نه. خود چوبک حاجی جلیلوف نمیخواهد وضعیت را شرح دهد. اما در سازمان مذهبی زنان با نام متکلم بر این باورند که هزارها مرد ایماندار از عمل مفتی پیشین پیروی خواهد کرد. بعضی ها از این اقدام پشتیبانی میکنند و حتی سابق وکیلان مردمی او را تبریک کردند. از یک طرف آنها میگویند که این روحانی کار خوب کرده است، ولی از سوی دیگر آنهایی که جانبدار دموکراتیا و رعایت شدن قانونها میباشند با مخالفت دارند. ایزاوره 28 ساله 3 سال پیش عائله بنیاد کرد. او از قبل با شوهرش مشورت کرده بود که هیچگاه اجازت نخواهد داد که همسرش زنی دوم بگیرد. خود ایزاوره نیز هیچگاه نمیخواست همسری دوم یا سیوم باشد. من نمیخواهم شوهرم را با کسی دیگر بینم. به مردان حاضره باوری ندارم. البته راضی میشدم اگر در زمان پیغمبران به مردان چنین توصیه داده میشد آنها را نظارت میکردند. در همین حال وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفته است در رابطه با چوبک حاجی جلیلوف تنها در حال دست به کار می شود که اگر همسری اولی مفتی یا شهروندی که درباره دوزنگی او معلومات دارد به آنها مراجعت کند. اگرچه در قرقیزستان چهره های شناخته دو زنه یا سه زنه بسیار هستند، ولی تا حال هیچ یکی آنها به جوابگری کشیده نشدند. در بین آنها وکیلان مردمی، سیاستمداران معروف و حتی سابق رهبران کشور نیز هستند. عبدالفتاح غویب رئیس خدمات گمرک و نصرتالله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان روز گذشته از جانب امامعلی رحمان پرزیدنت کشور تنبیه گرفتند. طبق متن این تنبیه که در وبسایت پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، این دو مقامدار به طور ضروری وظیفه های خدمتیشان را اجرا نکردند. اگر خواهید از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری ما را در سامانه www.azadi.org
пайгирӣ кунед. саҳифаҳои вижаи радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва канали мо дар озодӣ видео дар ютуб шуморо дар ҷараёни таҳаввулот нигоҳ медорад. ва агар шумо низ хабару наворот доред ба мо бифиристед. рӯзи хуш ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.